سلامت شد، وقت همگی بخیر. با یه تغییر جدید الان یه مودی هم که فکر میکنم اصلا ریش بر من طراحی نشده. علت تغییر یه دفعه ایش هم همین بود. راجع به بازار املاک میخواستم بگم. الان یه دوره‌ایه که به خاطر اینکه تکنولوژی، آگاهی‌ها و سوشال مدیا، فضای مجازی خیلی پررنگ شده، همه آدما، کسایی که خرید و فروش میکنن و کسایی که تو این بازار فعالن، خیلی آگاهانه دارن خرید میکنن، تصمیم میگیرن و معامله سخت‌تر نشده، اتفاقا خیلی راحت‌تر شده. منتها فقط و فقط صداقت مهمه. الان به خاطر شرایطی که هستش یه جوری شده که همه هزاری جیبشون هم حسابشو دارن، محافظه‌کارتر تصمیم میگیرن و خب یه سری‌ها خیلی شرایطشون بهتر شده از چندین سال گذشته به این ور، یه سری هم شرایط براشون سخت‌تر شده و حالا این نظراتو به عنوان ایرانی فعال در این صنف متاسفانه بدنام، نمونه ایرانی هستم دارم میگم. نیت هم از روز اول که اومدم این سمتی هم یاد گرفتن این کار بود که شنیده بودم پولای خوبی در میارن و بعد از گذشتن یه مدتی دیدم که این پول فاکتورهای خیلی مهمیه. یعنی تو شاید آره، نیتم از روز اول این بود که هم شنیده بودم پول این شکلی هست، بعد اومدم به مرور فهمیدم که این پوله هستش، ولی اگر بخوای مثلا زرنگی بکنی و بخوای از چیزایی که بلدی علیه مشتریات استفاده بکنی، یه مدت خیلی کوتاهی، شاید مثلا به یه سالم نرسه، بتونی درآمد داشته باشی. بعدش دیگه خوشنام نیستی و اعتبار واقعا توی کاسبی خیلی اعتباره و اون تعداد و بازگشت مشتری ها خیلی مهمتره. تقریبا 5 سال دارم کار میکنم دیگه. از اون حالت کارآموزی خارج شدم، تهران دارم کار میکنم. خودم ساکن کرج بودم، الان تهرانم و خیلی سختی‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی داره این کار و اصلا اهمیت نداری، نمیدونی در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. دفترهای خوب به شدت کمه، من خیلی دفتر عوض کردم. البته که ثبات و موندن در یک محدوده خب خیلی مهمه، یعنی یه جا بمونی خیلی بهتر میتونی کار بکنی، اما به دلایلی به خاطر اون تضادها و پارادوکسایی که وجود داشت نتونستم کار بکنم. یعنی وجدانم و چیزی که درونم وجود داشت اجازه نمیداد که ادامه بدم. به هر حال میخواستم راجع به نوع دیگه الان در واقع تغییر رفتار بازار صحبت بکنم. بازار ملک خب یه بازاریه که بوده از قدیم و نمیشه هم واسطه رو، یا حالا دلال مثلا تو کشور ما خیلی اسم بدی پیدا کرده، ولی عامل و در واقع علت اصلی این داستان ها توی حالا بازار ملک دلال نیست، چون مثلا امروز روز خیلی شرایط فرق کرده. خب یعنی مشتری ها واقعا خودشون تعیین کننده و تصمیم گیرنده هن و انتخاب میکنن کدوم دفتر انجام بدن، با کدوم مشاور کار بکنن. رقابت بسیار زیاد شده تو همه شغل‌ها و املاک هم مستثنا نیست، چون یه شغل تقریبا تجربیه تو کشور ما، خیلی علمی بهش نگاه نمیشه. من تحصیلات علمی ندارم تو حوزه، خودم تجربی یاد گرفتم و هنوزم خیلی جای کار دارم، خیلی چیزا رو بلد نیستم. ولی اینه که ادامه دادن تو این کار فقط فاکتور صداقت و درست، یعنی هر پولی رو به هر قیمتی آدم در نیاره. خب چون مثلا برکت نداره، پول زود خرج میشه، یه شکل دیگه خرج میشه، مثلا متوجهش هم نمیشی. ولی پول درست بگیری. من مثلا چند وقت پیش رفتم ماشینم مثلا مشکل پیدا کرد درست بکنم، گفتم آقا این اینجوریه، به بهترین قطعه‌اش چقدره؟ مثلا این تومن، به بهترین شکل انجام بده، من با چونه‌ای نمیزنم سر اجرت، ولی واقعا درست انجام بده. کاری نریم، درست کردم ماشینم، چند روز خوابید و کار کردم، دیدم دوباره همون اتفاق افتاد و من دیگه پیش اون آدم نمیرم. خب با اینکه دوستم هم بود. و اینه که سرمایه آدم‌ها خب به خاطر این شرایط باعث شده که آدم‌ها نگران باشن همش راجع به اینکه با کی دارن کار میکنن، با کی دارن معاشرت میکنن و اون آدم آسیبزا نیست و همه اینا میگم در نهایت میرسه به اون اعتبار و سلامت کار.